خب امروز میخوام در مورد آپشن SBR صحبت بکنیم، آپشنی که روی کلیه محصولات ایران خودرو داره سوار میشه. حالا SBR مخفف چیه رو توی تصویر براتون میذارم. این برای سیستم کمربند ایمنی سرنشین‌های جلو و عقب. سرنشین جلو حالا اون چیزی که راننده هست سیستمش مشخصه، مثل قبل عملکرد داره، هم صدا داره و هم آلارم داره. برای سرنشین جلو هم اگر فردی بیش از وزن 15 کیلوگرم روش قرار گرفته بشه، باید کمربند ایمنی سرنشین جلو هم بسته بشه. اگر بسته نشه، همانند کمربند ایمنی راننده شروع میکنه به آلارم دادن صوتی و نمایش پشت آمپر. و برای سرنشینان عقب هم یک تصویری داره که نشون میده، حالا تصویرش براتون میذارم توی پشت آمپر به چه شکله. و اینکه اگر سرنشین عقب کمربند رو ببنده، اون علامت زبدر توی کادرش برداشته بشه. نمایش کمربند ایمنی سرنشینان عقب هم 1 دقیقه بعد از این که سرعت خودرو به بیش از 25 کیلومتر بر ساعت برسه، به صورت خودکار از روی پشت آمپر حذف میشه.